همسایه میلیونر. این موضوع کردیم که مردم چجوری پولدار میشن. اول این کارو همونطور که شاید شما هم حدس بزنین انجام دادیم. یعنی سراغ افرادی رفتیم که توی مناطق اصطلاحاً ثروتمند نشین کشور سکونت داشتن. اون موقع بود که متوجه چیز عجیبی شدیم. خیلی از افرادی که توی خونه‌های گرون قیمت زندگی میکنن و ماشین‌های مجلل دارن در واقع ثروت زیادی ندارن. بعد چیز عجیبتری کشف کردیم. افراد زیادی که ثروت فراوانی دارن حتی توی مناطق اعیونی زندگی نمیکنن. این موضوع کوچیک زندگی ما رو عوض کرد. نکته‌ای که متوجه شدیم برای یکی از ما الهام بخش بود. منظورم کسی نیست جز تام استنلی که 3 کتاب درباره بازاریابی برای افراد ثروتمند آمریکا نوشته و تبدیل به یک مشاور برای شرکت‌های ارائه دهنده محصولات و خدمات برای افراد ثروتمند شد. از طرفی اون درباره ثروتمندان 7 کشور از 10 شرکت خدماتی برتر آمریکا تحقیقاتی انجام داده. علاوه بر اون ما صدها سمینار درباره ثروتمند شدن برگزار کردیم. چرا افراد زیادی به چیزایی که ما میگیم علاقه‌مند هستن؟ چون ما کشف کردیم ثروتمندان واقعا چه کسانی هستن و چه کسانی نیستن. مهمتر از اون این که پی بردیم چطور افراد معمولی میتونن ثروتمند بشن. نکته مهم نتایجی که به دست آوردیم چی بود؟ اینکه اغلب افراد درباره ثروت اشتباه میکنن. ثروت با درآمد یکی نیست. اگه شما درآمد سالیانه خوبی داشته باشین و همه رو خرج کنین، ثروتمندتر نمیشین و فقط سطح زندگیتون بالاتر میره. ثروت چیزیه که جمع میکنین، نه اون چیزیه که مصرف میکنین. چطور ثروتمند بشین؟ در این مورد هم اغلب مردم اشتباه فکر میکنن. اونا فکر میکنن شانس، ارث یا تحصیلات عالی یا حتی هوش باعث میشه افراد ثروت زیادی کسب کنن. ثروت معمولاً نتیجه یک زندگی سخت کوشانه با پشتکار، برنامه ریزی شده و مهمتر از همه با انضباط شخصیه. بنابراین چرا افراد بیشتری ثروتمند نیستن؟ تعداد زیادی از افراد ثروت اندوخته کمی دارن. اونا تمام دریافتی خودشونو تا موعد حقوق بعدی خرج میکنن. درآمد متوسط یک خانواده بدون استفاده از حقوق ماهیانه از طرف کارفرما در طول چه مدتی مصرف میشه؟ در اغلب موارد شاید 1 یا 2 ماه. پس دوران پیری چی کار کنیم؟ بدون استفاده از بیمه تامین اجتماعی تقریبا نیمی از افراد بالای 65 سال توی آمریکا در فقر زندگی میکنن. میلیونرهایی که توی این برنامه در موردشون صحبت میکنیم از نظر مالی مستقلن. اونا میتونن سالها بدون داشتن حتی $1 درآمد زندگی کنن. اکثر این میلیونرها فرزندان راکفلر و واندربیلت و بیل گیتس نیستن. بیش از 80% ثروتمندان افراد معمولی هستند که ثروتشون رو در طول یک نسل پسنداز کردن و وارث ثروت کسی نبودن. اونا آهسته و پیوسته ثروتشون رو جمع کردن بدون اینکه یک قرارداد چند میلیون دلاری امضا کنن و بدون اینکه توی قرعه کشی برنده بشن. پول بادآورده خبر هیجان انگیزیه، اما خیلی به ندرت اتفاق میفته. در طول زندگی یک فرد بالغ احتمال ثروتمند شدن با پول بادآورده کمتر از 1 در 4000. پس چه کسی ثروتمند میشه؟ معمولا یک فرد ثروتمند تاجریه که تمام دوران بزرگسالیشو توی یک شهر زندگی کرده. این شخص مالک یک کارخونه کوچیک، یک فروشگاه زنجیره‌ای یا یک شرکت خدماتیه. این شخص یه بار ازدواج کرده و متأهله. در همسایگی افرادی زندگی میکنه که فقط کسری از ثروت اونا دارن. یک سرمایه گذار و پسنداز وسواسیه و ثروتشو خودش به دست آورده. 80% میلیونرهای آمریکا توی خانواده خودشون اولین نسلی هستن که ثروتمند شدن. افراد ثروتمند معمولاً روش زندگیشون رو طوری انتخاب میکنن که باعث میشه ثروتشون افزایش پیدا کنه. توی تحقیقاتمون 7 مورد مشترک رو بین این افراد ثروتمند پیدا کردیم. 1. سطح زندگیشون از سطح درآمدشون پایین تره. 2. زمان، پول و انرژیشونو به کارهای اختصاص میدن که منجر به جمع‌آوری پول میشه. 3. اعتقاد دارن استقلال اقتصادی مهمتر از اینه که موقعیت اجتماعی بالاتری از خودشون نمایش بدن. 4. والدینشون اونا رو از نظر مالی تأمین نکردن.
5. فرزندان بالغ اونا از نظر اقتصادی خودکفا هستند. 6. فرصتهای بازار ماهرانه پیدا میکنن. 7. شغل مناسبی انتخاب کردن. سایه این 7 ویژگی افراد ثروتمند و مورد بررسی قرار دادیم. امیدوارم شما هم استفاده از این روش‌ها رو یاد بگیرین. از یک فرد معمولی بخواین کلمه ثروتمند و شرح بده. اکثر اونا همون تعاریف قدیمی رو میگن. ثروتمند برای اونا کسیه که مالک چیزهای زیادیه. ما ثروتمند رو طور دیگه‌ای تعریف میکنیم. توی این برنامه ثروتمند بودن و داشتن 1 میلیون دلار یا بیشتر سرمایه خالص تعریف میکنیم. بر اساس این تعریف فقط 3.5 میلیون یا 3.5% از 100 میلیون خانواده توی آمریکا ثروتمند هستند. حدود 95% میلیونرها توی آمریکا سرمایه خالصی بین 1 میلیون تا 10 میلیون دلار دارن. بیشتر بحثای این برنامه روی این بخش از جمعیت تمرکز داره. دلیل اینکه این مقدار و سرمایه انتخاب کردیم اینه که 1 میلیون دلار مبلغیه که فرد میتونه در طول زندگی خودش بدون اینکه وارث کسی باشه به دستش بیاره. خیلی از افراد میتونن به این سطح از ثروت دست پیدا کنن. راه دیگه برای تعریف این که یک شخص، خانواده یا افراد یک خونه ثروتمند هستند، سطح مورد انتظار از سرمایه خالص اوناست. درآمد و سن یک شخص میزان ثروتمندی اونو تعیین میکنه. در واقع انتظار میره هر چی درآمد فردی بالاتر باشه و سن بیشتری هم داشته باشه، سرمایه خالص بالاتری داره. چون با در نظر گرفتن اینکه فرد تا زمان بازنشستگی کار میکنه، هر چقدر مدت زمان طولانی تری درآمد داشته باشه، میتونه ثروت بیشتری رو ذخیره کنه. حالا به لیست 7 ویژگی افراد ثروتمند برمیگردیم. اولین مورد اینه که سطح زندگی اونا خیلی پایین‌تر از درآمدشونه. 3 کلمه‌ای که ثروتمندان رو تعریف میکنه چیه؟ صرفه‌جو، صرفه‌جو و صرفه‌جو. اولین بار که با گروهی از افراد با دارایی حداقل 10 میلیون دلار مصاحبه کردیم، جلسه با اون چیزی که ما فکر می‌کردیم خیلی متفاوت پیش رفت. ما با یک شرکت اطلاعات بزرگ بین‌المللی قرارداد بسته بودیم تا افراد ثروتمند و مورد بررسی قرار بدیم. مشتریای ما از ما خواستن تا نیازهای افراد با سرمایه خالص بالا رو بررسی کنیم. برای اینکه میلیونرهای ما با حداقل سرمایه 10 میلیون دلار در طول مصاحبه احساس راحتی داشته باشن، یک پنت هاوس رو توی یک منطقه شیک در بخش شرقی منهتن اجاره کردیم. همچنین 2 طراح با سلیقه غذا استخدام کردیم. اونا منوی غذایی از 4 غذای خاص و 3 نوع خاویار و همچنین چند نوشیدنی تهیه کردن. با منویی که ما فکر می‌کردیم ایدئال باشه، خودمون رو مجهز کردیم و مشتاقانه منتظر پاسخ‌های میلیونرها بودیم. اولین کسی که رسید فردی بود که لقب آقای باتو به او داده بودیم. یک مرد 69 ساله و اولین نسلی که توی خانواده‌اش ثروتمند شده بود. آقای بات صاحب چندین ملک تجاری ارزشمند در منطقه و مالک 2 کسب و کار بود. هرگز از روی ظاهرش نمیشد فهمید که بیش از 10 میلیون دلار ثروت داره. لباسش معمولی بودن، کت و شلوار و اوورکوت معمولی. با این وجود می‌خواستیم آقای باس بدونه که ما کاملا متوجه انتظار میلیونرهایی با سرمایه بیش از 10 میلیون برای نوع غذا و نوشیدنی هستیم. در طول 2 ساعت بعدی مصاحبه و پاسخهای 9 فرد میلیونر با سرمایه حداقل 10 میلیون، اونا گاهی به بوفه میرفتن اما هیچ کدومشون نوشیدنی گرون رو استفاده نکردن. میدونستیم که گرسنه هستن، اما مقدار کمی غذا میل کردن. ذائقه اونا روش زندگیشون رو نشون میداد. نه پر زرق و برق، بلکه صرفه‌جو. صرفه‌جو بودن هسته اصلی ایجاد ثروته. توی موارد خیلی نادر، افرادی که خیلی خرج میکنن و به طور ناگهانی ثروتمند میشن، توی تیترهای مهم مطبوعات محبوب به چشم میخورن. ما همیشه خبرهایی یا از طریق رسانه میشنویم که درباره قهرمانهای میلیونر اغراق میکنن. بله، بعضی از افراد این گروه کوچیک میلیونر هستن، اما اگه یک بازیکن با مهارت بولینگ سالانه 5 میلیون دلار درآمد داشته باشه، داشتن 1 میلیون دلار به عنوان سرمایه خالص مبلغ زیادی نیست. بر اساس معادله ثروت، اگه شخصی با درآمد 5 میلیون دلار 30 سال